محلگرایی در آینه تاریخ. ما ملتی بیمار و بی‌حوصله تاریخیم. به غلط دردهای جانکاهی برخاسته از محلگرایی را تجلی و یا شعور و شوق عشق وطن میپنداریم. نمیخواهیم بپذیریم که تفکر محلگرایی قرنهای قرن است که روح افسرده ما را غلامی گونگ خویش نموده و معنی پیشرفت زندگی را به بطن کرختی فرو برده است. هر چی داریم از تاریخ داریم. پدیده های چون محلگرایی، قبیله‌گرایی، قومگرایی و طایفه‌گرایی سنت های بسیار معروفی اند که تاریخ به ما یادگار مانده است. محلگرایی یک روی دیگر قبیله‌گرایی است و آن به مثل قبیله‌گرایی بدترین وسیله است که برای پنهانسازی ماهیت اصلی سیاست ها و عملکرده های زشت و نامطلوب قدرت های جاه طلب دنیای کهن و معاصر که کارگردانشان از این طریق میکوشند جایگاه خود و منافع گروه های سرسپردهشان را پایدار و محافظت نمایند. محلگرایان به مانند قبیله‌گرایان فاقد ارزش های اخلاقی بودند و آنان بدون اینکه مسئولیت هایشان را پیش قومشان احساس کنند تقدیر آنان را بهر تامین منافع خود به گرو میگذاشتند. صفحات نامه های تاریخی اقوام ملل پر از نمونه های خیانت های پیشوایان تفکر قبیله‌گرایی هایند. قبیله‌گرایی، قوم‌ستیزی و محلگرایی از کارآمدترین مکانیزم‌های پیاده کردن سیاست‌های غرض‌آلود رژیم‌های خودکامگی در طول تاریخ بودند. واقعیت محاکمه‌های تاریخی این است که غالباً ملت‌ها و قوم‌ها با دلیل سیاست‌های غیر انسانی خود مورد تنفر و بدبینی اقوام ملل قرار گرفتند. برخی از روانشناسان محلگرایی را نوع از غرضگرایی نیز معنی داد کردند. در حقیقت اگر نیک بر رفتارهای افراد نامور غرضورز تاریخ نظر بیفکنیم در میابیم که هیجان‌هایشان همراه با نفسانیتشان است. آنچه به تاکید گفته می شود این است که محلگرایی هیچ ربطی بر میهندوستی و میهن پرستی ندارد و حس وطن بر محلگرایی به کلی بیگانه است.